علامت عمومی ساده ترین ها کدام است؟ علامت عمومی ساده ترین ها از یک حجره عبارت بودن آنهاست. اسفنج‌ها از کدام حیوان‌ها پیدا شدند؟ اسفنج‌ها از قمچینک‌داران تودگی پیدا شدند. در دنیا چند نمود اسفنج‌ها معلومند و در تاجیکستان چند نمود آنها وام خورند. در دنیا زیاد از 5000 نمود اسفنج‌ها معلومند که یکی از نمودهایشان بدیگه در کشور عزیز ما تاجیکستان وام خورند. در ارگانیسم اسفنج‌ها آب از داخل ارگانیسم توسط چی می‌براید؟ در ارگانیسم اسفنج‌ها آب توسط پیش بدن که دهنه نام دارد از داخل بدن به بیرون می‌براید. برای چی اسفنج‌ها را بیوفیلترها میگویند؟ برای آن اسفنج‌ها را بیوفیلترها مینامند که آنها در طبیعت برای تازه کردن آب‌های دریاها، کل‌ها و بحرها نقش مهم می‌بازند. در دنیا چند نمود رودک‌ها معلومند؟ در دنیا زیاد از 10,000 نمود رودک‌ها معلومند. دیواره بدن رودک‌ها از چی عبارت است؟ دیواره بدن رودک‌ها از دو قبط، قبط بیرونه اکتودرم و قبط درونی اندودرم عبارت است. در بین این دو قبط، قبطی شیرمانند به حجره جایگیر شده است که آن را مزوگلیا مینامند. کدام رودک‌ها را پولیپ مینامند؟ رودک‌هایی که شکل زندگی نشستگی را می‌گذرانند این گونه رودک‌ها را پولیپ مینامند. پولیپ از کلمه یونانی گرفته شده معنایش بسیار پایی می باشد. سیستم اخراج رودک‌ها چگونه است؟ در رودک‌ها سیستم اخراج نیست. رودک‌ها گاز کربنات و دیگر ماده‌های نالازمه که در روند فعالیت حیات‌گذرانی در ارگانیسم آنها پیدا می شود توسط قبط اکتوترما به آب برآورده می شوند. افزایش رودک‌ها چی نام دارد؟ افزایش رودک‌ها را افزایش با راه مغچه پیدا کنی می نامند، زیرا در بهاران در بدن رودک‌ها مادینه یعنی گیدر ورم‌ها یا مغچه‌ها پیدا می شود. ورم‌ها کلان شده در یک طرفشان اول دهان و مویلبچه‌ها و بعدتر کف پای حاصل می کند و بعد به وایه رسیده از بدن والدین جدا شده در علاهیدگی زندگانی می کند.